برای در سطح بلند استقبال گرفتن جشن‌های بزرگ کشور از جمله 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در تمام مناطق کشور کارهای آبادانی و سازندگی متشکلانه ادامه دارد. بهر آبادی و سازندگی ناحیه شهرنو ساکنان ناحیه تصمیم گرفتند هر روزهای استراحت حشرها تشکیل نموده کوچه و خیابان راهرو و نزد مؤسسه‌ها درآمدگاه شهرک گرد و اطراف را از پرتو تازه نمایند. از جانب مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد ناحیه نیز در دهه‌های دوردست کارهای تخت و هموارکنی راههای بین‌دهلی با مرام ادامه دارد. تا همین روزا حاضر ما با از طرف حکومت ناحیه شهرنو دستگیری از طرف وزارت نقلیات جمهوری خیلی دستگیری شد. بیتوم موادهای سوزشواری خب تکنیک با زبچه است کارگرها با لباسهای مخصوص حاضر تا همین روزا قریب 500 متر اسفالت یکلخت کرده در روح قراتاق 38 کیلومتر تعمیر جاری راههای جمهوریوی و محلی. تیاری با 30 سالگی جمهوری تاجیکستان برای همین 1 متر هم باشد اسفالت پوش میکنیم راههای محلی جمهوری آوردیم. سرجمعی ساکنان در حشرهای عمومی با حس بلند وطن دوستی و با عزم قوی دست زدن به کارهای آبادانی دیارشان شهادت از آن می‌دهد که پیوسته در تلاش آنند که دیار خود را آباد و زیبا گردانند. این روزا که در پیش جشن بزرگی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان میباشد در جماعت اکرم حسنوف بخشیده به 30 سالگی 68 انشاءات جشنی که با نقشه گرفته شده است. از همین نقشه گرفتگی ما 68 هم باشند 38 تا اینا با استفاده داده شد. ما مردمی جماعت اکرم حسنوف کوشش به خرج میدیم که جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای نظررس پیشواز گیریم. با مقصد وسعت بخشیدن و با در نظر داشت ضرورت انکشاف انفراساختار دهات اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان در پیام نوبتی خود سالهای 2019-2021 را سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کردند. از این خاطر امروزها در تمام گوشه و کنار مملکت کارهای آبادانی و سازندگی متشکلانه جریان دارد.